الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در راستای بیان عقیده اهل سنت و الجماعت بر مبنای آنچه علامه طحاوی رحمت الله علیه در کتاب عقیده خودشون نگاشتند، در جلسات قبل مطالبی رو درباره ایمان به ملائکه و انبیاء الهی خدمتتان عرض کردم. همان گونه که میدانید و از جلسات قبل در خاطر دارید، ایمان به الله و ملائکه و کتابهای آسمانی و پیامبران و روز قیامت و تقدیر پایه های ایمان هستند، اصول ایمان هستند. ما به عنوان یک مسلمان و پیرو قرآن باید به این موارد ششگانه همان گونه که در قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده ایمان داشته باشیم. اعتقادات ما، باورهای ما و به تبع آن اعمال ما و گفتار ما باید مستند به آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. علامه طحاوی رحمت الله علیه بعد از این که مبحث ایمان به فرشتگان و ایمان به پیامبران الهی رو مطرح فرمود، بعد از آن نکاتی رو درباره ایمان به کتاب‌های آسمانی مطرح کردند. ایشان در کتاب عقیده طحاویه می‌فرمایند که و نؤمن بالملائکة والنبیین والکتب المنزلة على المرسلین و نشهد انهم كانوا على الحق المبین. این متن سخنان علامه طحاوی رحمت الله علیه است. می‌فرماید که ما ایمان داریم، باور داریم و قبول داریم فرشتگان الهی را با همون کیفیت و اوصافی که در قرآن کریم و در احادیث ذکر شده که من در 2 جلسه ایمان به فرشتگان را خدمت شما مفصلا توضیح دادم. ما ایمان داریم به فرشتگان و نبیین و پیامبران الهی، تمام پیامبرانی که از جانب الله متعال مبعوث شدند برای ابلاغ رسالت الهی به بندگانش، و الکتب المنزلة علی المرسلین، و ما ایمان داریم بر کتابهایی که فرو فرستاده شده
بر مرسلین، بر پیامبرانی که از جانب الله متعال ارسال شدند، برانگیخته شدند. و نشهد انهم كانوا علی الحق المبین، و ما گواه هستیم و شهادت می دهیم که پیامبران الهی تمام آنها بدون استثناء بر حق واضح و آشکار بودند. همان گونه که فرشتگان الهی حامل وحی حق و حقیقت از جانب الله به پیامبران بودند و پیامبران مبلغ وحی الهی به انسانها بودند و کتابهای آسمانی حاوی وحی و گفتار الله متعال و پیامهای خداوند متعال به انسانها هستند. پس بنابراین ما ایمان داریم که تمام فرشتگان و تمام پیامبران و تمام کتابهای آسمانی از جانب الله متعال هستند و ما معتقد هستیم که پیامهایی که از این طرق به دست ما رسیده حق مبین و آشکار هست. نقطه‌ای که در این عبارت علامه طحاوی رحمت الله علیه جلب توجه می کند تفاوتی هست که من قبلا در جلسه قبل در مورد انبیاء و رسول خدمت شما عرض کردم. یکی از تفاوت‌هایی که در میان انبیاء و رسول وجود دارد این هست که نبی به کسی گفته می شود که با یک کتاب سابق، با یک کتاب آسمانی که قبلا توسط یک پیامبر دیگر ابلاغ شده، این نبی بعد از اون می آید با همان کتاب آسمانی گذشته. انبیایی آمدند بعد از حضرت موسی علیه السلام که کارشون فقط و فقط ابلاغ و تثبیت توراتی بوده که بر حضرت موسی علیه السلام نازل شده. اما رسول اون کسی هست که خودش دارای یک شریعت نوینی هست، دارای یک کتاب جدیدی هست که از جانب الله متعال به او عنایت شده. بدین خاطر هست که علامه طحاوی رحمت الله علیه می فرماید که و نؤمن بالملائکه والنبیین والکتب المنزله علی المرسلین، و کتابهایی که بر مرسلین نازل شده. نفرمودند که والکتب المنزله علی الانبیاء. این تفاوت دقیق رو علامه طحاوی رحمت الله علیه در این باره در ذهنشان بوده. و نشهد انهم كانوا علی الحق المبین، و ما گواهی می دهیم که پیامبران الهی و رسول الهی بر حق و حقیقت بودند. قبل از هر چیزی بر ما لازم هست که معنی کتاب رو بدانیم. کتب که در این عبارت علامه طحاوی رحمت الله علیه ذکر شده جمع کتاب هست و کتاب در اصل به مصدر هست و به معنی نوشتن هست. اما رفته رفته کتاب بر دفتر و اوراقی اطلاق می شود که در آن چیزی نوشته شده باشد. امروزه وقتی که ما می گوییم کتاب یعنی یک صحیفه و یک دفتر یا دفترچه‌ای که و مجموعی از اوراق که در آنها مطالبی نگاشته شده، این کتاب هست. الله متعال در قرآن کریم درباره اهل کتاب می‌فرماید که یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. اهل کتاب از شما می‌خواهند، یهود از شما ای پیامبر من می‌خواهند که بر آنها یک کتابی از آسمان نازل بکنید. کتاب یعنی یک مجموعه از اوراق و الواح و صحیفه ها که در آنها مطالبی نگاشته شده باشد. و در اصطلاح وقتی که ما میگوییم کتاب‌های آسمانی یعنی مجموعه‌ای از اوراق و صحیفه ها و الواحی که وحی الله متعال در آن کتاب‌ها نوشته شده. تفاوتی ندارد که این وحی و این کتاب نوشته شده و کامل به دست پیامبر رسیده باشد، مانند کتاب تورات
که به عنوان یک الواح و صحیفه هایی که نوشته شده بود کلام الله متعال و پیامه های الله متعال در این کتاب نوشته شده بود و به موسی تحویل داده شد، و یا این که پیام الهی به عنوان یک وحی و یک کلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ابلاغ شده باشد و بعداً کلام الهی در اوراق و در صحیفه ها و الواح نوشته شده باشد. هر دوی این موارد در واقع جزء کتابه های آسمانی هستند. همون گونه که در جلسات قبل من خدمت شما بیان کردم، ایمان به کتابه های آسمانی همسنگ و قرین ایمان به پیامبران هست و ایمان به فرشتگان و ایمان به الله متعال. یعنی اگر کسی معتقد باشد که من فلان پیامبر را قبول دارم، ایشون فرستاده الله متعال هست، منتها کتابی را که آورده قبول ندارم، ایمانش قابل قبول نیست. بگوید من این قرآن را قبول دارم اما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را قبول ندارم، چون این ایمانی کامل نیست. ایمان به الله، فرشتگان، کتابه های آسمانی و پیامبران الهی و روز قیامت و تقدیر و سرنوشت، این 6 مورد لازم و ملزوم یکدیگر هستند. یعنی این که برای این که یک شخصی مسلمان قلمداد شود و ایمانش پذیرفته بشود، حتما باید به تمام این 6 مورد ایمان داشته باشد. الله متعال در قرآن کریم ایمان به کتابه های آسمانی را همانند ایمان به الله و فرشتگان و انبیاء الهی مطرح کرده. الله متعال در سوره نساء می فرماید آمنوا بالله و رسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله. ایمان بیاورید به الله و پیامبرش و کتابی که الله متعال بر پیامبر خودش نازل کرده. پس بنابراین همان گونه که ما مکلف هستیم که بر الله ایمان بیاوریم، بر پیامبر صلی الله علیه وسلم ایمان بیاوریم، مکلف هستیم که بر کتاب آسمانی و قرآن و همچنین بقیه کتاب‌های آسمانی ما باید ایمان داشته باشیم. و دلیل ایمان به کتاب آسمانی و قرآن و بقیه کتب و صحائف الهی از حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، حدیثی هست که بارها خدمت شما عرض کردم، حدیث جبرائیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم در آن فرمودند الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، که ایمان به کتابه ها را رسول الله صلی الله علیه وسلم جزء مفهوم ایمان و پایه ها و اصول ایمان در واقع بیان کردند. اما این نکته که ما وقتی که میگوییم که به کتابه های آسمانی ایمان داریم یعنی چه؟ کیفیت ایمان ما و چگونگی ایمان ما و نکاتی را که در ایمان به کتابه های آسمانی باید مد نظر ما باشد چه هستند؟ اولین نکته این است که ما باید معتقد باشیم که کتابه هایی را که الله متعال نازل فرموده بر پیامبرانش که این کتابه ها را و این وحی را به بندگان الهی ابلاغ بکنند، این کتابه ها حامل وحی الهی هستند و محتوای این کتابه ها هدایت و راهنمایی و اموری هست که انسانهای مسلمان و پیروان اون پیامبر باید بر آن عمل بکنند. مجموعی از اوامر الهی و نواهی الهی که ما به عنوان شریعت میشناسیم، یعنی بایدها و نبایدهایی که ما باید در زندگی خودمون انجام بدهیم. ایمان به کتابه های آسمانی مطالب متعددی رو در بر میگیرد
که ما باید تمام این مطالب را که مستندشون باز هم آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، به تمام این مطالب باید ایمان داشته باشیم. بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله مطالبی در این زمینه خدمت شما عرض خواهم کرد. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. هنگامی که بندگانم از تو درباره من سؤال کنند، من نزدیکم و دعای دعا کننده را هنگامی که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم. بنابراین باید بندگانم دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند تا راه خود را بیابند و به مقصد برسند. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. آری بینندگان عزیز و ارجمند، ایمان به کتاب‌های آسمانی دارای چند نکته و چند مطلب هست که اگر ما به این نکات توجه داشته باشیم و این مطالب را باور بکنیم، در واقع به کتاب‌های آسمانی ایمان آورده ایم. یکی از این نکات این هست که به کتاب‌های آسمانی که الله متعال در قرآن مجید از آنها نام برده، به صورت تفصیلی و ذکر شدن در قرآن، ما باید به همین گونه ایمان بیاوریم. مانند صحف ابراهیم، صحف موسی، مانند تورات، انجیل، قرآن که در قرآن مجید صراحتاً از این کتاب‌های آسمانی نام برده شده، و همچنین کتاب‌های دیگر که الله متعال بر پیامبرانش نازل کرده و ما از آن اطلاع نداریم. معتقد هستیم که این کتاب‌هایی که در قرآن ذکر شدند و نامشون برده شده و همچنین کتاب‌هایی که الله متعال در زمانه‌های گذشته بر پیامبرانش نازل کرده، همه و همه از جانب الله متعال بودند. و نکته دیگر این که تمامی کتاب‌های آسمانی، اهم از تورات و انجیل و زبور و قرآن، صحف ابراهیم و موسی و تمام کتاب‌هایی که در طول تاریخ بر انبیاء الهی نازل شده، تمام این کتاب‌ها وحی الهی هستند، گفتار و کلام الله متعال هستند، تعبیری از کلام خدا نبودند، ترجمه کلام خدا نبودند، بلکه تمام آنها کلام الله متعال بودند که بر پیامبران زمان وحی شدند و پیامبران هم مکلف بودند که این وحی الهی را و این کتاب‌های آسمانی را به پیروان خودشان برسانند. نکته دیگر این که تمامی این کتاب‌های آسمانی، کتاب‌هایی که در زمان گذشته بر پیامبران گذشته نازل شده و همچنین این قرآنی که امروزه در اختیار من و شما هست، تمام این کتاب‌های آسمانی دعوتی هستند و فراخوانی هستند برای عبادت الله متعال و برای یکپرستی. در تمام این کتاب‌های آسمانی حق الله متعال بر بندگان بیان شده و آن اموری که الله متعال دستور داده که بندگان انجام بدهند یا منهیاتی که الله متعال منع کرده که این کارها را شما نباید انجام بدهید. و همچنین ما باید معتقد باشیم که این کتاب‌های آسمانی که از جانب الله متعال اومدند و بر پیامبران متعددی نازل شدند، این کتاب‌های آسمانی از نظر محتوا و مطالب با هم دیگر هیچ گونه تضاد و تناقضی را نداشتند. تمام آنها همسو بودند با هم دیگر و همان گونه که رسالت عمومی و متحد تمام پیامبران الهی ابلاغ توحید و یکتاپرستی بوده،
کتاب‌های آسمانی هم نکته مشترکشون و مطلبی که در تمام این کتاب‌ها وجود داشته توحید الله متعال بوده. و همچنین باید معتقد باشیم که کتاب‌های آسمانی همانند پیامبران الهی حجت الله متعال برای بندگان بودند. یعنی همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم با گفتار خودشون در زمان خودشان احکام الهی را ابلاغ کردند، اوامر و منهیات را ابلاغ کردند و کلام ایشان حجت بود برای مردم آن زمان و برای صحابه بزرگوارشان، به همان نسبت امروزه هم کلام الهی و این قرآن و گفتار پروردگار برای من و شما حجت هست. پس بنابراین تمام کتاب‌های آسمانی در طول تاریخ حجت الهی بودند بر بندگان که بدین وسیله الله متعال برهان و حجت خودش را برای بندگانش در واقع کامل می‌کرده. و همچنین ما معتقد هستیم درباره کتاب‌های آسمانی که برترین این کتاب‌ها، ماندگارترین این کتاب‌ها که تا قیامت صحیح و سالم و بدون هیچ گونه دستبردی باقی میماند این قرآن کریم هست که الله متعال توسط جبرائیل علیه السلام در ظرف 23 سال به مناسبت‌های متفاوتی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل فرمود. و همچنین این قرآن ناسخ ادیان گذشته و کتاب‌های گذشته هست. قرآن و شریعتی که قرآن آن را آورده ناسخ شریعت‌های گذشته هست. یعنی با وجود قرآن که آخرین پیام الله متعال هست و آخرین حجت و آخرین شریعت الله متعال هست، شریعت‌های قبلی، احکام قبلی، اوامر و نواهی قبلی معتبر نیستند. و این قرآن همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر عمومی تمام انسانها تا قیامت هستند، این قرآن هم کلام و پیام الله متعال به تمام انسانها تا قیامت هست. تبارک الذی نزل القرآن علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. خجسته و مبارک هست آن خدایی که فرقان را و این قرآن را بر بندهش نازل کرد تا اینکه نذیری باشد، مایه پندی باشد برای تمام جهانیان. و در روایتی که امام احمد رحمت الله علیه نقل کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که به خدا قسم والذی نفسی بیده لو کان اخی موسی حیا ما وسعه الا ان یتبعنی. اگر برادرم موسی زنده می بود چاری جز این نداشت که از من پیروی بکند. زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم همان گونه که در جلسه قبل خدمت شما عرض کردم پیامبر عمومی هستند و رسالتشون رسالت جهانی هست و این قرآن هم کتاب آسمانی برای تمام بشریت هست. و ما معتقد هستیم که این قرآن کلام الله متعال هست و کلام حقیقی و واقعی الله متعال هست. ترجمه ای از گفتار الله نیست بلکه عین کلام الله متعال هست. و قرآن صفت الله متعال هست، کلام پروردگار هست و غیر مخلوق هست. و این قرآنی رو که الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم عنایت فرموده، تمام مسلمانان معتقد بدین هستند که این قرآن همان قرآنی هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داشته و با گذشت 1400 سال و هزاران سال دیگر
قرآن همچنان محفوظ خواهد ماند بدون هیچ گونه دستبردی و بدون هیچ گونه کمی و بیشی. الله متعال حفاظت این قرآن را و حمایت و پاسداری از این قرآن را بر عهده گرفته. الله متعال می فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن را ما نازل کردیم و ما حافظ و نگهدارنده آن هستیم. پس بنابراین ما معتقد هستیم که الله متعال برای هدایت بشر کتابهایی را فرستاده، مانند صحف ابراهیم و موسی، مانند تورات و انجیل و قرآن و تمام کتابهای آسمانی وحی الله متعال و کلام الله متعال بودند و برترین کلام الله و برترین کتابهای آسمانی قرآن کریم هست و این قرآن محفوظ هست از جانب الله متعال. و نقطه پایانی این که این قرآن قابل تأمل و قابل تدبر و قابل فهم هست برای تمام انسانها. الله متعال می فرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن را برای پندپذیری و برای عبرت گرفتن آسان کردیم، ساده هست. شما اگر قرآن را مطالعه بکنید و تلاوت بکنید، قطعاً به محتوای قرآن، به خواسته هایی که الله متعال از من و شما خواسته و منهیاتی را که الله متعال به عنوان محرمات و ممنوعات بیان کرده، قطعاً می توانید که آنها را در بیابید. پس بنابراین قرآن حجت الله متعال بر تمام مسلمانان و انسانها هست تا قیام قیامت. اینها مطالبی مختصر بود درباره ایمان به کتابهای آسمانی که علامه طحاوی رحمت الله علیه به صورت مجمل در کتاب خودشون بیان کرده بود. تا برنامه دیگر و مطالبی دیگر که از کتاب عقیده طحاویه خدمت شما بیان خواهم کرد، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.